از قدیم الایام در زندان دو طایفه مردم هستند. مردمی صالح، مردمی بیگناه، یعنی بیگناه در آن جنایتی که به آن تهمت شده زندان شدند، و مردمی واقعا گناهگار. لیکن هستند با گناهگارهای اساسی که در بیرون و در آزادی گشتیند تا اینکه الله تعالی جزای مکمل روز قیامت برای آنها ذخیره کرده است اگر در دنیا جزا نکشند. خلاصه ببینید یوسف علیه السلام پیغمبر الله بودند، به سبب گناه نکردن وارد زندان شدند. وقتی که گناه نکردند، شخص گناهگار برای سفید کردن خود حضرت یوسف گناهکار کرده به زندان شنانید تا اینکه دیگرها فهمند که عیب یوسف بوده است. و الا یوسف پاک بودند، ولی 7 سال در زندان نشستند. فلبث فی السجن بضع سنین، در زندان 7 سال نشستند. امام ابو حنیفه در زندان نشستند حتی وفات کردند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه 7 مراتب زندان شدند و بالاخره در زندان وفات کردند. و علمایی که زندان شدند بهر رسانیدن این دین مقدس اسلام کم نیستند که انشاءالله در یک مصنف انشاءالله نام آنها و کمی از تاریخ حبس و سجن و زندان آنها انشاءالله نقل میکنیم.